20 ایول در آزمایشگاه فخرآباد 25 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه مشق‌های مشترک با شرکت 200 تن از نیروهای امنیتی قرقیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود. گنرال گای زیراو، مدیر مسئول همکاری‌های منطقوی نیروهای ایالات متحده آمریکا، روز 19 ایول در پایان مشق‌های فرماندهی ستادی در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت که این عملیات‌ها برای نگهداری ثباتند. عملیات نمونوی صلح‌آفرینی است که به مندت سازمان ملل متحد با توجه عمده به مبارزه ضد تروریسم، امنیت سرحدی، هماهنگسازی چاره‌بینی‌ها برای رفع آفت‌های طبیعی و برگزاری عملیات‌ها برای نگهداری ثبات جوابگو می‌باشد. همزمان گنرال آمریکایی تاکید کرد که این آزمایش بین‌المللی به تشنج وضع در منطقه شمال افغانستان و تجمع اعضای گروه‌های تروریستی دولت اسلامی ربط ندارد. این مشق‌ها با وضع ناآرام در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان علاقه ندارد. بنا به معلومات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، دوشنبه و واشنگتن در چهارچوب همکاری‌های امنیتی و نظامی از چند سال به این طرف برنامه‌های امثال مبارزه با تروریسم، مبلغ‌گذاری نظامی خارجی، تحصیلات و بازآموزی بین‌المللی نظامی و همکاری برای صلح را پیاده می‌کنند. این تمرین‌ها در چهارچوب همکاری‌های منطقوی 2017 برگزار می‌شوند. در چند سال اخیر آمریکا برای مسلح و مجهز کردن نیروهای مرزبانی تاجیکستان و واحدهای مبارزه کننده با تروریسم و دیگر نیروهای امنیتی 262 میلیون دلار کمک کرده است. این کمک برای بلند برداشتن قابلیت قشون‌های سرحدی تاجیکستان در آشکار و قطع نمودن قاچاق مواد مخدر در مرزهای تاجیکستان استفاده برده می شود. آمریکا با کشورهای آسیا از سال 2001 اینجانب چنین تمرین‌های نظامی را برگزار می‌کند و مشق آخرین در ایالت ماساچوست از 16 تا 28 سپتامبر سال 2016 برگزار شد. اما تجربه‌ای که در جریان این مشق‌ها به دست می‌آید می‌تواند در رفع مشکلات در مرز کمک کند. این مشق‌ها بزرگ نیستند. روز جمعه پایان می‌یابند. در این مشق‌ها حادثه‌های مشخص نظیر رفع عاقبت‌های آفت‌های طبیعی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر تمرین می‌شوند. کارشناسان هدف برگزاری مشق‌های نظامی با کشورهای مختلف را نوع آمادگی برای مقابله با ناامنی‌های احتمالی و هم تقویت قدرت نیروهای مسلح آنها ارزیابی می‌کنند.